بعد از مرگ آیا انسان داخل جنت می شود یا اینکه انسان مؤمن در نظر دارم؟ بعد از مرگ مقصد تو مباشرتا همین که وفات کرد همین روز جنت می‌درد؟ بله. نه، در این عالم برزخ است. بعد وفات کردن اگر به سوال و جواب، به سه سوالی که برای همه داده میشد: پروردگارت کیست، دینت چیست، پیغمبرت کیست، اگر پاسخی درست گفت برای او تیریزه از دوزخ کشاده میشد. گفته میشود که دوزخ را دیدی، اگر به همین سوالها جواب نادرست میگفتی جای تو اینجا بود، ولی که تو درست جواب گفتی جای تو اینجا هست. گفته از جنت تیریزه کشاده میشد و از باد نسیم فارمی جنت و بوی خوش آن میوزد و از جنت کرپه ها برآورده به زیرش انداخته می شود و گفته می شود که مانند عریس داماد خواب کن و یک خواب میکند و میخیزد که الکی قیامت شدگی است. یعنی دیگر به نظرش یک مانند چند لحظه های میشد. اما آدمی که به سوال ها جواب نداد عکسش، اول از جنت یا تیریزه که شده میشد گفته میشد که اگر تو به این سوال ها جواب میگفتی مکان تو اینجا بود، تو که به این سوال ها جواب نگفتی مکان تو اینجا هست. از دوزخ تیریزه که شده میشد و از بوی بد و از هوای نافارمی آنجا به اوش آمدن میگیرند و تا روز قیامت در عذاب است. نسأل الله سلامت و العافیه. یا تا جایی که الله سبحانه و تعالی میخواهد اگر مسلمان باشد و گناهکار شد به قدر گناهش. سپس اون سوال های خیلی نه که کسی که حاضر در دنیا جواب میداند اونجا گفته میتوند. نه، بسیار آدم هایی که در این دنیا به این سوال ها جواب میدانند جواب گفته نمیتونن، اونجا زبانشون نمیگیرد. یا آدم نامش فراموش میکنید گوگاه ها میگوید نامش چی بود، ها میگوید نامش، همین خیلی نامش در نوبی زبانتون به خاطرتون نمیبیاد. پیامبر صلی الله علیه و آله که ها میگوید آدمی گناهکار یا منافق، میاد که مردم چی میگفتم منم میگفتم ولی به زبانش نمیبیاد، برای اون اون عملی صالح اون روز آدم استوار میکنه، نه اون معلومات خالیه که میدانست در این دنیا. معلومات خالی بدون عمل فایده نمیدهد. فهمو برادر عزیز، به جنت روز قیامت همه کس از اولین و آخرین حساب و کتاب میشد. روز قیامت، روز محشر، دنیا که به آخر رسید، قیامت که شد، بعد حساب و کتاب میشد، بعد اهل جنت به جنت، اهل دوزخ به دوزخ. تا اون دم همه در حیات قبر باقی میماند.